روز دوم مسابقات بود و بعد از مسابقم رفتم تو کانکسم تا دوش بگیرم. ناگهان یهو از ناکجا یه صدای گروم بلندی از دیواری که رو به بیرون کانکس بود شنیدم. اهمیتی ندادم. فکر کردم لابد برادرم داره کرم میریزه. آخه با خانواده‌ام اومده بودیم. وقتی از حموم اومدم بیرون، یکی از دوستان بهم پیام داد و گفت که چوب و توپ بیسبال تو بیار و بیا کانکس ما تا با هم بازی کنیم. وسایلا رو برداشتم و راه افتادم سمت کانکسش. وقتی داشتم میروندم یه صدای سرفه شنیدم. مثل سرفه سیگاریا بود. از تو بوته ها میومد. با ترس نگه داشتم و به بوته ها زل زدم. یه مرد کثیف میان سال از بوته ها در اومد و یه جور بد و چندشی بهم پوزخند زد. بدون معطلی گاز دادم و از اونجا رفتم و پشتم هم نگاه نکردم. بالاخره رسیدم کانکس دوستم و شروع کردیم به بازی. مدتی از بازیمون گذشت که توپم افتاد تو بوته ها. حدود 1 ساعت داشتیم دنبال توپ میگشتیم اما نتونستیم پیداش کنیم و در نهایت بیخیال شدیم. دیگه میخواستیم بریم تو کانکس که توپ قل خورد و افتاد جلوی پام. چرخیدم و دیدم همون مرد است که قبلا دیده بودم. من و دوستم جیغ زدیم و دویدیم تو کانکس و به مربیامون گفتیم. متاسفانه حرفمون رو باور نکردن و فکر کردن داریم سر به سرشون میذاریم. اون شب جریان رو با مامان بابام در میون گذاشتم ولی اونا هم حرفمو جدی نگرفتن. دیگه خیلی خستم شد و در نهایت خوابم برد. حدود 2 نصف شب بدون هیچ دلیلی از خواب پا شدم و سعی کردم دوباره بگیرم بخوابم. قبل از اینکه بقیه داستانو بگم باید توضیح بدم که بالای تختم یه پنجره کوچولو با یه پرده کوچولو بودش. یه نور کمی از بیرون افتاد رو تختم. برای همین پرده رو کشیدم تا ببینم چیه و چیزی دیدم که توی دلم خالی شد. مردی که تو بوته ها دیدم بیرون وایساده بود و نور چراغ قوه‌شو گرفته بود تو پنجره. مطمئنم منو دید چون تا نگاش کردم با دو اومد نزدیک پنجره و سرشو چسبون به شیشه و با مشتش کوبید تو پنجره. صداهای عجیب غریبی در می آورد و حرفای زشت می زد. یکی از چیزایی که گفت هنوزم منو می ترسونه. تو چشمام نگاه کرد و با داد گفت میاد سراغت، میدونه کجا هستی و نمیتونی ازش قایم بشی. اینا رو دوباره تکرار میکرد. جیغ زدم و مامان بابام بیدار شدن و نگهبانای پارکم با خبر شدن. مامان بابام دویدن تو اتاقم و نگهبانا هم مردو گرفتن. به پلیس زنگ زدیم و دستگیرش کردیم.